خیلی باحال، خیلی بامزه. یه در واقع بخوام به عامیانه بگم چه مشروب فروشی. خب لیفر استور بهش میگن اینجا. رفتم مشروب فروشی، یک عالمه مشروبای خوشگل و باحالی اونجا بود. بهتون نشونش میدم یا نه براتون ویدیو هم گرفتم. اما قراره با هم دیگه آبجو تست بکنیم. اول گفتم که آبجوهای مختلف رو بگیرم تست بکنم، ولی گفتم چه کاریه، بذارم یه چیز جالب‌تر و جدیدتر باشه که شما هم مثلا تا حالا ندیده باشینش و یکم مثلا باحال‌تر باشه واسه شما که توی ایرانی. میدونم خیلی باحاله. من خودم وقتی اومدم اینجا خیلی برام جذاب بود که برم داخل همچین مغازه‌های این همه مشروبای مختلف و خفن دور من باشه. امروز قراره با هم دیگه طعمداراش رو تست بکنیم، ولی من از طعمدارا متنفرم. بار قبلا موقعی که اومده بودم آبجوی طعمدار تست کردم، اصلا خوشم نمیاد. خب ولی رفتم یه عالمه طعمای مختلفش رو گرفتم. قراره با هم دیگه تست بکنیم، ببینیم چه جوریه، بعد با هم مقایسه‌شون بکنیم. ولی قبل اینکه من آبجو رو بیارم تست بکنم، شما بریم با هم مغازه رو ببینید چه شکلی مشروب خوشگلش رو ببینیم، بیایم با هم دیگه تستش کنیم. بریم. چه مشروب نینی داره. اینا ببینین خیارشور تو مشروبه، تمام میوه داخل مشروبه. خب برگشتیم، دیدین اونجا چقدر باحال بود، چقدر فان بود. من خودم وقتی اومده بودم خیلی خوشم میومد برم اینجاها رو بگردم، خیلی برام حس خوبی داشتش. نمیدونم چرا ولی خیلی باحال بود. یعنی با عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری هر کسی که میاد پیشم میبرم اونجا رو بهش نشون میدم، بعد که مثلا ببینه چقدر باحاله، چقدر قشنگه. امیدوارم شما خوشتون اومده باشه. ببینید چقدر بامزه است که این همه چیزای چجوری میگم، مثلا این همه مثلا انواع مدل مشروبات مثلا هستش یه جا دیگه. این که به نظر من خیلی باحاله. خب بریم سراغ آبجوهای طعمدارمون، ببینیم که چجوری هست، با هم دیگه دونه دونه تستشون کنیم، نظر بدیم راجبشون، ببینیم چجوریه. اولین چیز هیچ چیزی نیست جز یه آبجو با طعم بلوبری. بریم تست کنیم ببینیم چجوریه. چرس. طعم بلوبری گندیده میده، قشنگ طعم یه بلوبری گندیده میده. حالا بلوبری هم نه ولی بوی میوه گندیده میده که انگار با آبجو قاطیش کردی. یه آبجویی که میوه گندیده توشه. چرا من دارم این کارو میکنم؟ بیاین از 10 بهش نمره بدیم. خب چون اولی هم بلوبری بود میخوام از بلوبری بهش نمره بدم. از بلوبری 1 میگیره، 1 بلوبری میگیرن ایشون. بریم ببینیم بقیه‌شون چه گندی هست. بعدی یه چیز باحال تست کنیم که من میدونم خودم ممکنه خوشم بیاد. طعم پیچ هلو. یه حاج آقایی که مزرعه هلو داره، چقدر طرحش قشنگه. بوی رانی میده، بوی رانی هلو میده، قشنگ بوی رانی هلو میده. او مای گاد. چیرز. یه رانی هلوی تلخ بدمزه که با آبجو قاطیش کردی، یعنی یه سری چیز تلخ و بدمزه با هم دیگه قاطی شدن ولی بوی رانی هلو میده. بریم بعدی یه پشن فروت تست میکنیم. یه آقای گوره خر سبز روشه با میوه پشن فروت. پشن فروت خیلی طعمش خیلی انگار کندیه، یه چیز تو مایه های کاتن کندی میمونه بوش. به نظر من خیلی بوی کندی داره، خوشبو خوشمزه است ولی خب سلیقه‌ایه. خیلی از میوه های استوایی رو دوست ندارن، برای همین ولی به نظر من که خیلی چیز باحالیه. اینو تست بکنیم ببینیم چجوریه. اینو کم کم میریزم به خاطر اینکه نمیخورم، همشم میریزم این تو. هرچند اینم قرار بریزم دور. چه فرقی کرد؟ باز با این حال چرا الکی تو لیوانم زیاد بریزم؟ ایشون یه زرد بیحال مریضیه، مال یه بچه مریضه بوده. بریم ببینیم پشن فروت همون چجوریه. راستی به هلومون ریت ندادیم. هلو 2. حالا ببینیم پشن فروت چجوریه. اوه مای گاد
چقدر ترشه ولی خوشمزه است. خوشمزه نه، قابل تحمله. دقیقاً طعم پشن فروت داخلشه، قشنگ بو و طعم و همه چیشو، ولی یه پشن فروت شیرین نیست، یه پشن فروت گس و ترش و اینجوریه. خب به پشن فروتمونم 3 پشن فروت میدیم. بعدی بریم سراغ چری لیمید. چری که همیشه آلبالو گیلاس، لیمیدش هم منظورش همون لیموناده، همون لیموناد. یه چیز جالبی که نمیدونم شما هم اینطورین یا نه، ولی خیلی جز معدود چیزهاییه که دوست دارن، یعنی همه علاقه ندارن، ولی من مثلا خیلی واقعا چری دوست دارم تو هر چیزی. امیدوارم از این خوشم بیاد، تو به این دلیل گرفتمش که اصلا باشه شاه همه اینا. ببینیم چه شکلیه. اینم خیلی ترشه وای، ولی دقیقاً بوی کولای چری میده. چری کولا خوردین؟ هستش تو ایران؟ ببینیم اینجا یه دونه چری کولا هست، یعنی یه کوکاکولاییه، یه نوشابه کوکاکولاییه که با طعم چریه، خیلی شبیه شربت سینه است طعمش. اینم همونه، هیچ فرق باش نداره، دقیقاً همونه. به اینم 3 میدم. 3 آلبالو. بعدی چه چیزی میتونه باشه جز آریزونا؟ آریزونا این طرحی که روش میبینیم گل گیلاس اون درخت ساکورا است که یک نوشیدنی گازدار فوق‌العاده پرطرف داره توی آمریکا. خیلی زیاد دوستش دارن، خیلی زیاد میخورنش، ولی اینجا ما پیداش کردیم به عنوان آبجو که جزء آبجوهای هارد هم به حساب میشه. چرا؟ چون 5% الکل داره. اصول آبجو اینه که 4.5 باشه، یعنی 4.5 باشه، ولی این 5، یعنی یه کوچولو بیشتر الکلش، بنابراین یه کوچولو هاردتر و استرانگتر. ببینیم آبجوی درخت گیلاسمون چجوریه. آریزونا به طرز عجیب غریبی روش کف نداشت، هیچ صدای گاز خاصی هم نمیده، گازش کلا کمه انگار. بوی جینسینگ میده. چیرز. اوکی بچه ها، چای نبات بچه ها، قشنگ چای نبات ما بزرگتونه، قشنگ خود چای نباته. به چای نباتمون 8 میدیم. 8 چای نبات من 8. این دوتا نوشیدنیای زامبی هن. روشون هیچ طعم خاصی ننوشته، دوتاشون اشتباهی، من هر دوتاشونو ترکیب هلو و انبست اشتباهی گرفتم، دوتاشونو سیم میگرفتم. ولی این آقای ترسناک رو بریم تست بکنیم ببینیم چه جوریه. بدرنگه. به نظرتون طعم زامبی میده یا چی؟ بوی خیلی شدید و زیاد انبه و هلو میده، از اینایی که سردردت میکنه، قشنگ از این بوهای خیلی تیزی که سردردت میکنه. چیرز. Oh my god چقدر بدمزه بود. اگه دوست دارین یه روزی بفهمین زامبی چه طعمی داره، برین این آبجو رو بخرین. خدایا نمیخوام. بریم سراغ بعدی. این آقای خیلی خوش تیپ نباید خوشمزه تر باشه، یعنی خیلی بدمزه است، خیلی بدمزه است، نمیتونین تصور کنین چقدر بدمزه است. بیسه خوب امتحان کنیم. خانم رزبری رو داریم اینجا، ببینیم ایشون چجوریه. گوش کنیم. بازینم چجوری بگم بهتون؟ قشنگ این شبیه چه؟ قشنگ شبیه اون آدامساییه که میخوریم، یه آدامسایی آدامس باربی بودش، پیچی بود. آدامس متری از این آدامس متری گردای صورتی، آدامس متری گردای صورتی دقیقا طعم همونو میده که انگار با آبجو قاطیش کرد. به این شالتوتمون میدیم 5. اون دوتا کوفت منفی 10. زامبیا منفی 10. بریم سراغ بعدی که داریم. من اونجا که داشتم میگرفتم یه آقای بودش که مثلا کمک میکرد
کرد و اینا اومدش به من مثلا یکم راهنمایی بده. بعد ازش پرسیدم که به نظر شما کدومی که از طعمدارا بهتره؟ گفتش که تو طعمدار دوست داری. گفتم متاسفانه من از طعمدارا متنفرم، از اینکه فروتیا خیلی بدم میاد. بعد برگشت گفتش که خب چون تو بعدت میاد بیا به چند تا پیشنهاد بدم. پشن فروتو پیشنهاد داد که خوردیم، یه دونه پشن فروتو پیشنهاد داد، یه دونه هلو که گفتش خیلی همه میگیرن، یه دونه روزه که بعدیه، یه دونه ایشونو سفارش کردن که گفتش خیلی خوشمزه است، طعم پیره، طعم گلابیه. خب گلابی یکی از پرطرفدارتریناش بوده. نمیدونم چرا باید طعم گلابی پرطرفدار باشه، ولی آره دیگه گلابیه طعم پرطرفدارشون. بریم ببینیم چه گلی قراره به کلم بگیره گلابی. تنها چیزی که لذت میبرم این صداه. رنگ جیش مریض میده. چیرز. چرا همشون ترشن؟ بعدی هیچ چیزی نیست جز دلبرم دلبر خانه خرابم. یه چیز خیلی خوشگل بچه روش تمشک داره، خیلی باحاله. بریم آبجوی تمشکی بخوریم. سرم درد گرفته. بعدی چیزی نیست جز این دوست عزیزمون با یه طرح خیلی خوشگل قشنگ روز روش، ولی روش نوشته نیویورک اپل، سیب نیویورکیه. طعمش بو توالت فرنگی میده. وای شرم افتاد، سرم هم درد گرفت، اصلا خورده، دلم خواست سرم بکنم تو دیوار. یه کوچولو طعم سیب ترش میده با بوی بد. بعدو ببینین، بعد اسمش ساور مانکیه، 3 برابر ترشه. نمیدونم چرا تمام این طعمداراشون ترشن، یعنی همشون اکثرا روشون ساور نوشته که خیلی ترشن همشون، نمیدونم چرا، ولی ایشونم زردن. خیلی همشون ترشن ولی خب نمیدونم، منطقی آبجو ترش باشه، آبجو باید یکم مالتی باشه، نمیدونم. من چی کار دارم میکنم به زندگی؟ خیلی ترشه، خیلی گوش از سرم پروند. بعد مزه نیست اصلا، فقط بیش از حد ترشه. راستی اون توالت هر نمره بدیم. توالت فرنگی 0 از 10. 0 از 10. شاتوتمون 2 از 10. این سوارمونم چی کار کنم؟ برنده این سریمون آریزونا چاینابا. خیلی ممنون که همراه من بودین تا اینجای ویدیو. بچه‌ها حتما اگه نظری داشتین تو کامنت ها بهم بگین دوست دارین چه چیزایی رو دیگه براتون تست بکنم، چه چیزای عجب غریبی تو نظرتون هست. حتما برام بنویسین. از بین اونایی که برای من نظر مینویسن کامنت میذارن، حتما یه سورپرایز براشون دارم. خیلی خوشحال میشم اگه نظراتتون رو ببینم. خلاصه که دیگه خیلی ممنونم عزیزم. دوستتون دارم. تو ویدیو بعدی بازم میبینمتون. بای بای.